ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینو ما آزمایش کردیم، ما ملت ایران این رو در عمل آزمودیم. که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. حالا آقا دوباره برمیگردیم به این قضیه. حالا من خواستم که یه سوال دیگه داخل ایران بپرسم و اونم این بود که حالا یه خورده حاشیه‌ای هم هست این سوال، ولی میخوام بپرسم که حالا دولت قبل آقای احمدی‌نژاد میگفتن که قطعنامه‌های شورای امنیت رو کاغذباری میدونستند و البته این سوالی که من مطرح میکنم مربوط هست به موافقان این دولت، یعنی اصلاح طلبان بهتره بگیم، که آقای احمدی‌نژاد میگفتن که این قطعنامه‌های شورای امنیت همش کاغذباره است و اینقدر نمیدونم قطعنامه بدن که نمیدونم قطعنامه دونشون بهتره که همین صحبت‌ها. ولی حالا که دولت اومده توافق کرده و یه چیزی رو به عنوان برجام پذیرفتن هر دو طرف، اینقدر حالا اصولگرایانی که میگن توی مجلس هستن اینقدر حساس هستن به ریز این برجام. چطور بود که توی دولت قبل میگفتن قطعنامه‌دون مثلا قطعنامه‌دونتون پاره بشه، کاغذ پاره بود اینها، اما توی این دولت این برجام اینقدر ریز به نقطه شو دارن بررسی میکنن. این دولت که اومد اول از روزهای اول اسم اسرائیل و صهیونیستان رو اصلا نمی‌برد. احمدی‌نژاد در این رابطه یک شهامتی داشت که برای اولین بار توی سازمان ملل مسئله هولوکاست رو مطرح کرد. و این شهامت و شجاعت بود به نظر ما، توجه کردیم و خیلی هم براش حرف و سخن در آوردن. این یک مسئله دیگر در رابطه با این که این برجامی رو که شما اشاره کردید، اینا یک سری برنامه ها رو درست کردن و قطعنامه اخیری که چیز 22 چند بود؟ قطعنامه اخیری که شورای امنیت صادر کرد که اون قطعنامه ها که لم یکن میشه، اما یه جمله تو این قطعنامه این توافقنامه هست، یه جمله هست که اگر ایران تخطی کرد تمام شش قطعنامه قبلی دوباره سر جاشه. این واقعا خیلی به ضرر ایرانه. اینم به نفع اسرائیل شده و به نفع پنجه علاوه یکه. چون ببینید در رابطه با یمن الان اینقدر کشتار دادن، نمیان این قطعنامه یا خیلی راحت جلوگیری بکنن. توجه کردید؟ اینا هر کشور و هر مملکت و هر حکومت و هر دولتی که با آمریکایی‌ها کنار بیاد و نوکر اونا باشه، مثل عربستان سعودی، کشورهای شورای همکاری خلیج، هر که با اونا در اختیار اونا باشه، آلت دست اونا باشه، امنیتش اونا تامین میکنه. هر که با اونا خوب نباشه، زیر بار نره، وقت نه دموکراسی هست و نه حقوق بشر هست و هیچ نیست. این برنامه اونا اینجوریه. حالا چرا این همه حساسیت روی ایران هست؟ حالا نکنید شما مثلا میدونید که پاکستان خودش هم بمب اتم داره، درسته؟ حالا اگر که صحبت حقوق بشر هست، خب به هر حال پاکستان هم میتونه یک خطرناک باشه برای جهان، بخاطر اینکه بمب اتم داره. چرا برای ایران این حساسیت وجود داره؟ اینو من میتونم با یه جمله از حضرت امام این پاسخ رو به شما بدم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینا از اسلام سیلی خوندن. و اگر تو کلمات امام شما خیلی دقت کنید، یک تعبیری داشتن اسلام آمریکایی.
اسلام آمریکا، اینا از اسلام سیدی خوردن. اینا از اسلامی که در کشورهای دیگه است مثل عربستان سعودی، مثل قطر، شورای همکاری خلیج، از اون اسلام ها هیچ ترس و واهمه‌ای ندارن. چرا؟ برای اینکه بلندگوهای مسجد الحرام و مسجد النبی هم در اختیار اونها هست. اما در زمان شاه شاید اون موقع شما متولد اصلا نشده بودید، چه در زمان کودتای 28 مرداد یا اول انقلاب به امام وقتی سخنرانی کردن در قم ما بودیم، به امام گفتن شما نگید راجع به شاه صحبت نکنید، راجع به اسرائیل هم صحبت نکنید، به امریکا هم چیزی نگید. اگر شما این 3 کلمه رو نگید آزادید، هر چی دیگه میخواید بگید. اسلام اصیل و اسلام نابی رو که خب اسلام ناب اینه مثل حاج شیخ فضل الله و آیت الله فضل الله نوری، پای دارم میرود اما تسلیم انگلیس نمیشه. حتی بهش پیشنهاد کردن که شما اگر پرچم انگلیس یا پناهنده به شوروی بشید به سفارت، از اعدام شما فرمود من عمرمو در راه اسلام کنه کردم و به دشمن اسلام پناه. علت اینه که یک مملکتی که بخواد مستقل باشه، نه مستعمره شرق و غرب و وابسته به هیچ کجایی نباشد، این کشور رو نمیتونن تحمل بکنن. لذا این یه داستانی مال شاید نمیدونم در زمان چرچیل بوده که نخست وزیر انگلیس بوده، یه وقت دیگه از یکی از محلهای اسلامی عبور میکنه میگه که اذان میگه، اذان هنوز نیده بود، نشنیده بود. گفتین چی داره داد میزنه؟ گفتن اذان میگه. اذان چیه؟ خب برای سیاست ما هم اشکال داره؟ گفت نه برای سیاست رو پس هرچی میخواد داد بزنه. اگر در عربستان سعودی، در کشورهای دیگه هر چه بخوان داد بزنن، قرآن بخونن، دعا بخونن، هیچ کارشون نداره. چرا؟ چون با عنوان مبارزه با ظلم و ستمگر و تکبر و خودخواهی اونا حرفی نمیزنن. پس من نوکر اونا روی ایران حساسیت دارن، چون ایران به هیچ وجه اونا رو قبول نداره. به نظرتون اگر که حالا این توافق که صورت گرفت به مرحله عملی نرسه و حالا به قول شما اون قطعنامه ها برگرده، اون وجهه سیاسی کدوم یک از کشورها بین عموم حالا کشورهای دیگه بیشتر خراب میشه؟ به نظرتون ایران بیشتر ضرر میکنه یا نه؟ اگر عملم نکنن به نظر من همین اقتصاد مقاومتی رو که رهبر معظم انقلاب گفتن، معناش اینه که ما مسئله تولید رو، مسئله خود اتکایی رو، مسئله بیکاری رو، مسئله مایحتاج خودمون حتی امکان حد اکثر در ایران تولید بشه که ما اصلا محتاج به اونها نباشیم. توجه کردیم؟ ما در این رابطه حالا فکر میکردن بعضی دروازه ها باز بشه و همه چیز بیاد. اگر همه چیز بیاد اصلا باز به ضرر ما هست. چرا؟ چون تولید ما دوباره رکودش بیشتر میشه. بنابراین ما چه اون رو عمل بکنن چه نکنن، ما باید یک فکر داخلی خودمون داشته باشیم که در باب اقتصاد مقاومتی ما دستمون رو نباید پیش اجنبی دراز بکنیم. میدونید اول انقلاب جنگ رو تحمیل کردن، به ما سیم خاردار هم نمیدادن. والا اسرائیل که اینقدر بمب داره، ما که هنوز بمب هم نداریم. میگن ایران میخواهد بمب بسازد، اصلا همش بهانه است، اصلا هیچی در کار نیست. ما وقتی مراجع تقلیدمون اصلا میگن بمب ساختن حرام است، یعنی مراجع دروغ میگن، دولت ایران دروغ میگه، رهبر ایران دروغ میگه، خانواده شهدا دروغ میگن، همه دروغ میگن، فقط صهیونیست‌ها راست میگن. اینقدر که الان پیرو صهیونیستن، پیرو هیچ کی نیستن. زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دل خوش نوازید که مسکن فقط میسازیم، از صدای آب برق را عشق مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نوازید ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. این دارایی از قرائن اسلام است. نماز ملت را یا قذفین و من هم کردن به قذفین بدن و خواهم داد. این نشهای باطل گوشت